سوالم داشتیم از مردم اینکه ضربان قلب در حالت نرمال اینکه مشکلی نداشته باشه چقدره، حالا کودک، بزرگ، جوان، مطمئنا ضربان‌های قلب کاملا متفاوته، نوزاد ضربان قلب خیلی بالاست، افراد مسن میرسه. و توی بحث زنان باردار به چه شکلی هست؟ ببینید ضربان قلب وقتی که ما بچه هستیم اول بالاست، یعنی معمولا ضربان قلب یه نوزاد و یه بچه بالای 100 تون میزنه. هرچی که سنمون بالاتر میره ضربان قلب میاد پایین‌تر. اما یه چند تا نکته رو که مریضای من بعضی موقع سوال میکنن من میخوام اینجا بگم. ببینید اینجوری نیست که ضربان قلب یه فرد مثلا همیشه 70 باشه یا مثلا 80 باشه یا مثلا 65 باشه. این ضربان قلب در طول روز شاید صدها بار بالا پایین بشه. شما از سر جاتون بلند میشین یه ذره راه میرین میشه 80، دوباره میشینین میشه مثلا 75، میخوابین میشه 60، یه ذره تون راه میرین میشه 90، یه خورده مثلا کار میکنین میشه 95. پس ببینید معمولا ضربان قلب طبیعی یک انسان در حالت نرمال بین 60 تا 100. حالا خانم‌های باردار خداوند اومده یه مکانیزم درست کرده. خب بالاخره این قلب باید به 2 نفر خون برسونه. خب طبیعتاً عقل چی حکم میکنه؟ که این قلب باید بیشتر کار کنه. پس وقتی باید بیشتر کنه اینجوری میشه که ضربان قلب خانم‌ها یه خورده چی میشه؟ بیشتر میشه. یعنی میره بالای 100 معمولا که بتونه به جنین هم چیکار کنه؟ خون بده. ولی از اون طرف خداوند چیکار کرده؟ سیستم طوری درست کرده فشار خون یه خانم میاد پایین‌تر. چرا؟ که مقاومت جلو خون کمتر بشه، خون راحت‌تر به جفت و بچه برسه. پس یه خانم باردار ضربان قلبش بیشتر میشه، فشار خونش کمتر میشه. البته ببینید من یه اصطلاحی رو کلا همیشه برای مریضان میگم، یه اصطلاح از قدیما میگن هر گردوی گرد هست ولی هر گردی گردو نیست. ما نمیتونیم از این وری بیایم بگیم آقا هر کسی هر خانمی ضربان قلبش 120 بود خوب، ولی میتونیم بگیم که یه خانم حامله صاحبه خوب استیبل و نرمال ضربان قلب 120 براش خوبه. حالا اگه یه بار یه خانم حامله دید یه تپش قلبای خیلی مجور داره، ببین ضربان نه تپش قلبش داره محکم میکوبه، این باید از نظر متخصص قلب ویزیت بشه، اکو بشه. بعضی مواقع در موارد نادر یه عارضه های حاملگی هست که رو قلب اثر میذاره که خودشو به صورت تپش قلب نشون میده یا بالا رفتن ضربان میشه، ولی اینو دیگه با متخصص تشخیص بده یا متخصص زنان. ولی یه خانم عادی حامل بله ضربانش معمولا بالای 100، معمولا 100 110 120 اینا مشکل ایجاد نمیده. کشیدن سیگار، قلیون که مثلا الان توی این بازه زمانی خیلی زیاد شده بین جوان‌ها، و خب احساس هم میکنن که خوب بهتره از سیگار بهتره. بله و صحبت هم که میکنیم میگن این دوده نهایت رو ریه‌مون تاثیر بذاره، کاری به قلبمون و این نوشیدنی‌های کافئین داری که الان همه یا انرژیزاها مثل هایپ مثل خب اینا همه کافئین دارن. آره اینا به چه شکلی هست؟ بله ببینید سوال شما تو 2 تا قسمت تقسیم میشه، یکی دود و نیکوتین، یکی نوشیدنی‌های انرژیزا. خب ببینید دود و نیکوتین که همه میدونن برای تمام بدن سم یعنی ضرر داره. حالا این دود سیگار فقط نیکوتین هم نیست، دیدن توش مواد سمی بسیار زیادی هستش. یعنی اومدن بررسی کردن دیدن اون یه تیکه‌ای که از سیگار قرمز هست دمای بسیار بالایی داره. این دمای بسیار بالا باعث علاوه بر نیکوتین ایجاد یه گازهای سمی زیادی میشه که خیلی یعنی اکسیدان هستن و اینها هم ضرر دارن، مثلا گاز CO. درست؟ پس شما دود سیگار و دود قلیون، خب قلیون و سیگار یکی هن دیگه. سیگار فقط نیکوتین یعنی تنباکو رو کردن توی لوله کاغذی، قلیون اومدن گذاشتن رو این کله قلیون میکشن، هر دوتا تنباکوه. در تنباکو رو اونا به اون صورت استفاده میکنن، قلیون به این صورت. حالا قدیما مردم فکر میکردن که این دود تنباکو از رو آب که رد میشه تمیز میشه، به اصطلاح جرمش گرفته میشه و دیگه خواص اون ضررهای سیگار رو نداره.
بعد که این دانشمندا تحقیق کردن دیدن نه این آب هیچ اثری نداره، فقط یه ذره حالا یه سری چیزای مثلا چیزای سیاه و جرمای اینجور چیزا رو آب میگیره که دیدین یه خورده رنگش عوض میشه و الا هیچ فرقی تو گازهای سمی نداره. پس سیگار و قلیون از نظر سمیتشون هیچ فرقی با هم نداره، تازه قلیون ضررش بیشتره. چرا؟ چون الان بررسی کردن که هر یک کله قلیون شاید معادل 30-40 تا سیگار باشه. نگه من روزی 2 تا قلیون میکشم، اگه روزی 2 تا قلیون میکشه ضرب در 2 تا پاکت کنه، یعنی باید بگه من روزی 2 تا پاکت سیگار میکشم، این 60 تا سیگار داره میکشه حداقل. قلیون‌های میوه‌ای و آروماتیک که بمانند که این آروماتیک‌ها خودشون تو این دما تبدیل به مواد سرطان‌زا میشن، یعنی این وقتی میاد از توی این آتیش رد میشه تبدیل به این بنیان‌های اکسید میشه، باعث ایجاد سرطان هم میکنه. این میوه‌ها که بدتر از اون تنباکوهای عادی هستش. پس سیگار، دود سیگار که یکیش نیکوتینه و مواد سمی و گازهای سمی دیگه داره، برای بدن سمه، فقط هم ریه نیست، چون این میره جذب خون میشه، روی تمام بدن اثر داره. مثلا دیدن در افراد سیگاری حتی سرطان معده بیشتره، در افراد سیگاری، آقایون سیگاری، سرطان پروستات خیلی بیشتره، سرطان مثانه بیشتره. میدونید؟ یعنی صرفاً ما بگیم که فقط رو ریه اثر داره، نه، البته خب رو ریه هم اثر داره، برونشیت ایجاد میکنه که هیچی، سرطان ریه هست، ولی ممکن سرطان لب ایجاد کنه، سرطان زبان ایجاد کنه، سرطان حلق ایجاد کنه. خب ولی دیدن که سرطان مغز هم مثلا توی افراد بیشتر، روی قلب باعث درگیری رگای قلب میشه، یعنی همون چیزی که در نهایت باعث حمله قلبی و سکته قلبی میشه. یعنی کسایی که سیگاری هستند دیدن درگیری بیماری رگای قلب، تنگی رگای قلب و در نهایت حمله قلبی و سکته قلبی خیلی بیشتر. پس روی قلب هم به این صورت اثر میذاره که حملات قلبی و سکته قلبی رو بیشتر میکنه، یا اینکه باعث میشه قلب بزرگ بشه، نارسا میشه، به اصطلاح نارسای قلب ایجاد میشه که متعاقبش دیدین ریاب میاره، پاها ورم میکنه، دستا ورم میکنه، دیگه نمیتونن راه برن. این پس از نظر سیگار و قلیون که فهمیدیم هر دوتاشون مضرن، حتی قلیون ضررش بیشتر. اما در رابطه با نوشابه ها و نوشیدنی های انرژیزا، ببینید کافئین خودش به نفسه ضرری نداره. تو چای هم یه ترکیبی از کافئین هست به نام تئین، همه میخورن، هیچ مسئله ای نداره. خود این نوشابه‌های، یعنی اون نوشیدنی‌های گاز انرژیزا هم یه مقدار کافئین دارن، یا اسپرسو کافئین داره. خب خود کافئین فی نفسه برای بدن ضرر نداره، ولی خب هر چیزی در این دنیا زیادش بده، کمش هم بده. حالا شما در رابطه با اسپرسو، شما مثلا ممکنه، این بستگی به آدم داره، از آدم تا آدم فرق داره. مثلا بعضی حتی روزی 2 تا 3 تا اسپرسو میخورن، اشکال نداره. روزی یه دونه اسپرسو میخورن، هیچ اشکالی نداره. پس این که ما بگیم قهوه برای بدن بده، نه. قهوه اگر متعادل استفاده بشه خیلی خوبه. حالا چجوری بفهمیم که این متعادله؟ مثلا ممکنه برای شما مثلا 3 تا فنجون قهوه خوب باشه. چرا؟ چون یکی از چیزایی که خیلی مهمه در افراد ژن دیگه. ژن هر فردی با فردی فرق داره. ممکنه یه ژن کافئین رو خیلی قشنگتر تحمل بکنه، هضمش کنه، یه ژن نه، خوب تحمل نکنه. پس شما بر اساس فرد تا فرد فرق داره. ممکن یه نفر بگه آقای دکتر من یه دونه شات اسپرسو میخورم دچار تپش قلب میشم، سرخ میشم. خب من بهش میگم نخور. یکی میگه دکتر من معمولا 1-2 تا شات اسپرسو میخورم سرحال میشم، میگم خوبه، اشکالی نداره. پس خود این کافئین و شات اسپرسو فی نفس ضرری نداره. اینی که من میخوام بگم متعادل باید باشه، همه چی. های باید متعادل خورده بشه، اسپرسو باید متعادل خورده بشه، قهوه متعادل. ولی یک سری تحقیقات جدیداً اومده میگن که قهوه، مثلا همین شاتای اسپرسو قهوه برای قلب و مثلا برای کبد چرب خیلی خوبه. پس حالا اگه مثلا ما روزی یه شات اسپرسو یا قهوه متعادل بخوریم، به خودمون تا یه جایی هم سودم رسوندیم، مگه اینکه به شما نسازه. بعضی از افراد دچار مشکلات مادرزادی هستن از ناحیه قلب و خب این مشکلات حالا به مرور زمان بروز بیشتر میکنه، توی دوره نوزادی کمتر شده. بله. بهش اهمیت بدن یا بله. متوجهش بشن. بله. چکاپ رو توی چند سالگی باید انجام بدن، حالا برای اینکه خیال‌های مقداری برای مخصوصا والدین
آسوده بشه که بچه من یا خدای نکرده آرزوی قلبی نداشته باشه. بله. ببینید حالا در رابطه با بیماری‌های مادرزادی قلب که اصلا بیماری‌های مادرزادی قلب الان در حال حاضر اصلا یه فوق تخصص ما داریم. یه فوق تخصص داریم برای بیماری‌های مادرزادی قلب. که اینا دوباره دو تا فوق تخصصه. یه گروه از متخصصین اطفال میرن فوق تخصص میگیرن، میشه فوق تخصص قلب اطفال، اصلا مربوط به قلب نوزادان و اطفالن. این یه گروه، یعنی میخوام بگم چقدر گسترده است. یه گروه هم هستن که میرن فوق تخصص بیماری‌های مادرزادی بزرگسالان رو میگیرن. خیلی گسترده داره، یعنی اینجوری نیست ما بگیم یه بیماری مادرزادیه یا دو تاست. شاید مثلا 40-50 تا بیماری مادرزادی ما داریم. هر کدومش تشخیصش راه خودشو داره، درمانش هم راه خودشو داره. خب ولی اون کاری که الان جدیداً داره انجام میشه خدا رو شکر در بیمارستان‌ها اینه که هر مادری که بچه به دنیا میاد معمولا نوزادش توسط یه متخصص اطفال معاینه میشه. معمولا یه گوشی میذارن، سم قلبی میکنن، اینا رو انجام میدن. معمولا بیماری‌های مادرزادی قلب نوزادان اینا معمولا همونجا خیلی وقتا چیکار میکنن؟ تشخیص میدن. صدای سم قلبش متفاوته، مثلا میگن قلبش صدا اضافه داره یا یه چیزی دیدیم مشکوکیم و معمولا خود چون مادرها خیلی حساسن سریع میرن مراجعه میکنن به متخصص قلب اطفال که آید تو ما اینو شنیدیم. اونم معمولا ایشون اون متخصص همکار ما اکو میکنن، بررسی میکنن ببینن هست نیست و اون مسئله درمانی رو ادامه میدن که حالا این طیف درمانم از این که خانم هیچ مسئله‌ای نداره مثلا 6 ماه یه بار بیا یه اکوش کنیم شروع میشه تا اینکه باید بری حتما سریع عمل کنی. ببین طیف درمان هم اینقدر گسترده است. این که شما فقط بگی آقا فقط 6 ماه یه بار بیا من ببینم چطور است، پیش مثلا خوب شده یا نه. حالا در مورد اومدیم رسیدیم به سن نوجوانی و بزرگی. اگه یه فردی واقعا هیچ علامتی نداره، معمولا ما قانونی و دستورالعملی و پروتکلی برای چکاپ قلب نداریم. یعنی اینجوری نیست مثلا ما بگیم هر فردی از 18 سال به بالا حتما باید سالی یه بار بیاد چکاپش. نه، ما اینو توصیه نمی‌کنیم. میگیم زندگیتون کنید. ولی یه نفر از علامت داره، یعنی شک میکنه به این که من الان این علامت دارم ممکنه قلب باشه، اون باید بره به متخصص قلب مراجعه کنه. مثلا من الان خودم خیلی از مریضای جوان هستن، 20 ساله، 25 ساله، 23 ساله، 18 ساله، حتی مثلا طرف از مثلا فرض کن نوجوان 14 ساله با مثلا پدر مادرش میاد، خب میاد مثلا میگه آقای دکتر من اینجام درد میکنه، تپش قلب دارم. خب بله، اگه علامت داره که خب هر وقت علامت داره و شک داره به اینکه ممکنه قلبه، باید بره دکتر قلب نگاه کنه متوجه بشه، اگر هست که درمان کنه، اگر نیست بهشون اطمینان بده. ممکنه بعضی موقع یک اختلالات خیلی کوچیک هم باشه، مثلا بگه سالی یه بار بیا من یه اکو بکنم و 2 سال یه بار بیا من اکو کنم. البته فقط در رابطه با یه سری موارد قانون داریم. کسایی که دیابتی هستن، فشار خونی هستن، چربی خونی هستن، ببینید ریسک فاکتورهای قلب دارن، سابقه مادرزادی بیماری‌های رگ قلب دارن، مثلا پدر مادرش یا خانواده درجه که تو سن جوانی سکته کردن، اینا رو ما بهشون میگیم ریسک فاکتورهای بیماری قلبی. ریسک فاکتور یعنی چیزی که باعث میشه بیماری قلبی در اون فرد زیادتر بشه. یکی افراد دیابتی هستن، یکی افراد چی هستن؟ فشار خونی هستن، افراد چربی خونی هستن، کسایی که معمولا سیگار خیلی زیاد میکشن، خب، یا کسایی که تریاک میکشن، یا کسایی که سابقه فامیلی دارن که تو سنین زیر 50 سال یک از فامیل درجه یکشون مشکلات قلبی پیدا کرده. اینا رو ما توصیه میکنیم چیکار کنیم؟ زود به زود بیاین. کسایی که بیماری‌های کلیوی دارن، کسایی که بیماری‌های روماتیسمی دارن، ببینید اینا همه بیماری‌هایی هستن که میتونه منجر بشه به چی؟ به بیماری قلبی. اینا رو مثلا ما میگیم سالی یه بار بیا ما ببینید. ولی یه فرد سالمی داره زندگی میکنه علامتی نداره، لزومی که به متخصص قلب مراجعه بکنه نه.